اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز موحد و یکتاپرست، خواهران و برادران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم جای مسرت است که در خدمت شما عزیزان قرار داریم و باز هم درباره موضوع عقیده توحید صحبت میکنیم. در برنامه قبلی سر اهمیت عقیده توحید و دلایل از او بحث کردیم. تقریبا دلیل اول و دوم خدمت شما و دلیل سوم بیان کردم که چهارمی دلیلی که در عقیده توحید اسلامی اهمیت دانستن عقیده را بر ما نشان میده این هست که عقیده اسلامی انسان از بدبختی دنیا و آخرت نجات میده، سعادت دنیا و آخرت نصیب انسان میکنه. کسانی که عقیده توحید اسلامی درست دارند در زندگی با شخصیت عالی توحیدی زندگی میکنن، سر خود فقط به بارگاه خالق متعال پایین میکنن. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، سبحان پاک است ربی پروردگار من العظیم که او بسیار با عظمت است. سبحان، سر خدا به زمین میگذاره و میگه سبحان ربی، پاک است رب من الاعلا که دارای مقام بسیار عالی هست. پس عقیده توحید اسلامی سبب از این میشه که انسان در زندگی خود از بدبختی ها نجات پیدا میکنه. ما یک مضمونی داریم به نام روانشناسی اسلامی. در روانشناسی اسلامی وقتی انسان معتقد و انسان بی عقیده را با هم مقایسه میکنن، انسانی که عقیده دارن اگر عقیده شما 10% است، آرامش روانی شما 10% است، و اگر عقیده 50% است، آرامش روانی 50% است، و اگر عقیده 100% است، آرامش روانی هم 100% به شکل موازی به پیش میره. به این خاطر است که انسان هایی که عقیده توحید درست دارن الله برشان آرامش روانی بسیار خوبی نصیب میکنه و در زندگی دنیا همیشه سعادتمندانه زندگی میکنه. اگر الله برش نعمتی را داد، رحمت الله دانسته، از اون نعمت با شکر و سپاس استفاده میکنه، و اگر از نعمت منع میشه و برش داده نمیشه، این انسان مؤمن یکتاپرست منع یا ندادن یا به دست آوردن نعمت از نعمتها را حکمت از حکمتهای خالق خود میدانه. از این خاطر همیشه به قضا و قدر الهی قناعتش حاصل است، تسلیم است و راضی هست، و همین قناعت اساس و ریشه سعادت دنیا هست. در آخرت هم روز قیامت یوم الدین میگن، روز کسانی که اونا دیندار هستن، روز آخرت است. روز آخرت روز دین است، روز ایمان است، روز توحید است، روزی است که یکتا پرستا در اونجا
با عزت زندگی میکنه. القارعة ما القارعة و ما ادراک ما القارعة یوم یکون الناس كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. کسانی که ترازوی اعمالشان ثقیل شده و ثقیل ترین چیز در ترازوی میزان انسان مؤمن عقیده توحید است. لا اله الا الله. لا اله الا الله با همون مفهومه که لا نیست اله، هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شوه و شریعت و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر ذات یکتا. بناهن یکی از دلایل اهمیت عقیده توحید و دانستن از او امی هست که انسان که عقیده توحید میفهمه بر از او دو سعادت حاصل میشه، سعادت دنیا و سعادت آخرت. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ یعنی کسی که خالق متعال با عظمتش میشناسه اگه سعادت دنیا و آخرت نصیب ازی میشه، ولی سعادت دنیا را و سعادت آخرت در رضایت خالق خود احساس میکنه. حتی مؤمنین آخرین و بزرگترین نعمت الله در روز قیامت چی هست که نصیب از اینا میشه؟ وقتی برشان تمام نعمتهای دنیا داده میشه، خالق متعال بر از اینا میگه که یک نعمت بزرگی که اون نصیب شما میشه در جنت الهی و هی است که خالق متعال به شکلی که به ذات و عظمت و جلال از او شایسته هست، لیس کمثله شیء، تشبیه نمیکنیم با دیدن مخلوقات، باز اونجا هستن که انسان ها او خالق متعال خود در روز قیامت میبینن. وجوه یومئذ ناظره، وجوه یومئذ ناظره، روحایی هستند که در روز قیامت ندرت و زیبایی و شادابی نصیب از اونها میشه. الی ربها ناظره، به طرف خالق یکتای خود نظر میکنن. این است اهمیت و ارزش عقیده توحید که الله نصیب مؤمنان موحدین یکتا پرست میکردن. آخرین و پنجمین دلیلی که عقیده توحید اسلامی بسیار ارزش داره و دارای اهمیت بسیار زیاد است برای یک انسان، این هست که در عقیده توحید، خود عقیده توحید زیربنای سایر اعمال است و سبب تقویت دیگر اعمال میشه. مثلا چرا یک کسی با بسیار اخلاص و دقت نماز میخوانه، در 10 دقیقه 15 دقیقه 2 رکعت نماز میخوانه و قطرات اشک از چشمان از او جاری میشه، با محبت، با امید، با خوف، همه در قلب ازی هست. ولی برعکس از او کسی دیگه نماز نمیخوانه. او کسی که نماز نمیخوانه مشکلش اصلا در عقیده هست. اگر عقیده توحید قوی داشته باشین، این عقیده انسان مسلمان به بزرگترین اعمال دیگی که هر قدر سخت باشه و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، نماز بسیار بزرگ است، بسیار سخت است، الا علی الخاشعین، مگر بر کسانی که اونها خاشعانه در مقابل خالق یکتا سر خود به زمین میگذارن. پس هر عبادت دیگیره از پایین ماشینی که کنترل میکنه و او رو در حرکت میاره عقیده هست. عقیده تهداب است، زیربنا هست، اساس است، محرک است، در حرکت میاره و تمام اعمال دیگر عقیده جور میکنه، تصحیح میکنه و قوی میسازه. به این خاطر هر قدر عقیده قوی داشته باشیم به مو اندازه
بیشتر به عبادات خالق متعال الایمان و بدع و 70 شعبه به 70 و چند شعبه از شعبات ایمان نائل میشیم، عبادت میکنیم و هر قدر عقیده که ضعیف شد به مو اندازه دیگر عبادت ها ضعیف میشن و بالاخره از بین میرن. پس اگر میخواهیم که خالق متعال عبادت بکنیم همو قسم که شایسته هست، باید عقیده توحید خدا بیشتر و مستحکمتر مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانیم. اگر کس عقیده درست نداشت، شیطان به شکل از اشکال از عبادت خالق او را به عبادت مخلوق میکشانه. به عوض استعانت و استغاثه به بارگاه خالق، او را به استعانت و استغاثه به مخلوق میکشانه. به عوض این که سر ذلت به خالق یکتا پایین بکنه، خدا و سر ذلت در مقابل یک مخلوقی که از خود از کده ذلیل‌تر است به او پایان میکنه. پس اهمیت عقیده در این است که عقیده هر عمل دیگر را تقویت میکنه. اگر عقیده قوی بود، اخلاق قوی تر میشه. اگر عقیده قوی بود، عبادات و معاملات قوی تر میشه. به اندازه قوت عقیده، قوت دیگر اعمال زیادتر و بیشتر میشه و به اندازه ضعف و خرابی عقیده اعمال بدتر میشه. کسانی که عقیده درست ندارن و لاف از دینداری میزنن، اونا غلط میکنن. ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. سوال دیگه که مطرح میشه و این است که اصول و اساسات عقیده در قرآن و سنت چیست؟ در قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 اصل برای عقیده توحیدی وجود داره. اصل اول اصل ایمانی هست. اصل ایمانی که 6 بخش داره: آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. آیت قرآن همین موضوع رو برای ما تشریح میکنه در سوره 285 سوره بقره: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون. آمن الرسول، ایمان آورد رسول، بما انزل الیه من ربه، و آنچه که نازل شده از جانب پروردگارش، و المؤمنون، و مؤمنان همچنان، کلون، تمامی آنان، آمن ایمان دارن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. دومین اساس از اصول یا اساسات ایمان اصل عملی هست. دومین اصل عملی هست. اصل عملی چی هست؟ که انسان مسلمان با آنچه که عقیده داره باید به او عمل بکنه. و قضا ربک، و فیصله نبود پروردگارت، الله تعبدوا الا ایاه، که شما عبادت نکنین الا ایاه، مگر او را. پس کسانی که عقیده توحید درست دارن، زندگی عملی از اونا فقط به عبادت خالق متعال میشه. آیا سجده عبادت است؟ بله عبادت است. و قضا ربک، و فیصله نمود پروردگارت، الله تعبدو، این که شما عبادت نکنید الا ایاه، مگر خالق یکتا را. عبادت خالق یکتا در سجده، در رکوع، در نظر، در قربانی، در ذبح حیوانات، تمام از اینا عبادت هاست که انسان مسلمان وقتی این آیت قرآن میخوانه، این عبادت ها را هر کدامشه عملی میکنه. و بالوالدین احسانا، و باز حکم الله هست که به والدینتان نیز احسان بکنین. این اصل دوم ما که هست 2 بخش داره. یکی مربوط میشه به
توحید عبادات الله و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه که فقط باید به الله عبادت شود، و بخش دوم از او مربوط میشه به تطبیق شریعت الله. ان الحکم الا لله، حکم حاکمیت نیست مگر مخصوص الله هست، و در ختم آیت میگه الله تعبدوا الا ایاه. پس تطبیق حاکمیت الهی نیست شامل عبادت است. پس ما عبادات در بخش سایر عبادات نماز و روزه و رکوع و سجده و نذر و قربانی و اینا داریم، و عبادت های دیگی داریم که مربوط به تطبیق شریعت الله هست. ان الحکم الا لله. شما در سوره یوسف آیت 40 میخوانین که ان الحکم نیست حاکمیت الا لله مگر این که خاص مخصوص الله هست. امر کرده الله تعبدون که شما عبادت نکنین، یعنی عبادتی که مربوط به حاکمیت میشه، الا ایاه مگر الله را. ذالک این اسلوب زندگی که شریعت الله در زندگی شما تطبیق شود، الدین القیم، ای هست دین استوار و ثابت، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن اکثریت مردم نمیدانند. پس در اینجا در اصل دوم دو امر اساسی شامل میشه که یکی مربوط به عبادت است و دومش مربوط به تطبیق احکام شریعت الهی است. اصل سوم اصل اخلاقی می باشه. اصل سوم اصل اخلاقی است. در اصل اخلاقی انسان مسلمان به اساس عقیده توحیدی که داره، اخلاقیات با آنچه که در معتقدات او از او است مراعات میکنه. ادب و اخلاق با کتاب الله، ادب و اخلاق با خالق یکتای ما الله سبحانه و تعالی، ادب و اخلاق با رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمامی پیامبران، ادب و اخلاق با ملائکه الله، ادب و اخلاق با آنچه که در قرآن عظیم الشان من حیث یک اصل اعتقادی بر ما بیان شده است. ادب با روز آخرت، بعث بعد الموت، و ادب با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله بر ما اونا را معرفی کرده. لقد رضی الله عن المؤمنین. الله در قرآن عظیم الشان کسانی را که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردن در بیعت رضوان زیر شجره، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، در اینجا که بیشتر از 1400 یا 1500 صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دارن و کبار صحابه ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی ابن ابی طالب و کبار صحابه مهاجرین و انصار اینجا قرار دارن. اینا با رسول الله بیعت میکنن و در این بیعت آیت قرآن نازل میشه که بر از اونا دو صفت میده که لقد رضی الله عن المؤمنین، اینا مؤمن هستن، الله بر ما معرفی کردن و الله از همین مؤمنین راضی هستن. پس یک اصل قوی اعتقادی، اصل اخلاقی با معتقدات است. ما اخلاق با خالق خود، با کتاب‌های آسمانی، با پیامبران، با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، با معاد و با جنت و با دوزخ، حتی دشنام دادن دوزخ و قبر از دیدگاه اخلاقی درست نیست. پس همه آداب در مقابل آنچه در معتقدات ما هست به اونا ادب و احترام میکنیم. به اون شکل گفتم.
به می خاطر است که زمان یک شخص در یکی از مجالس امام طبری رحمه الله در شأن نزول ای آیت قرآن که ولئن سألتهم لیقولون انما كنا نخوض و نلعب، در آیت 65 و 66 سوره التوبه شما دقیق ای آیت قرآن ببینید که در این آیت قرآن الله سبحانه و تعالی در مورد کسانی که استهزاء به مقدسات به معتقدات میکنن، آنچه که در قرآن و سنت درباره از اونا و در پاکی از اونا و در عصمت از اونا و در خوبی از اونا و در ایمان از اونا بحث شده، اینجا الله متعال میگه که کسانی که در مورد از اونا بی‌ادبی میکنن ولئن سألتهم، و اگر شما از اونا سوال بکنین، لیقولن انما كنا نخوض و نلعب، میگویند که ما خوشگذرانی میکردیم و ما ساعت تیری و بازی میکردیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان اب الله، آیا شما به الله و آیاته و آیات الله و رسوله و رسول الله کنتم تستهزئون، شما استهزا میکنین؟ لا تعتذروا، شما آزار پیش نکنین، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان کافر شدین. ببینین اینجا این شخصی که این آیت در مورد از او نازل شده، امام طبری در شأن نزول آیت شریف نوشته میکنه که یک شخصی از منافقان به عوف ابن مالک رضی الله عنه گفت که اونجا البته مجلسی بوده، در این مجلس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و تعداد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از یکی از غزوات برمیگردن و اونا وقت در یک جای توقف میکردن، فرصت غنیمت شمرده تلاوت قرآن میکردن و ذکر و عبادت میکردن. در اینجا امام طبری میگه که شخص از دور اشاره میکنه به عوف ابن مالک، میگه که این قاریان قرآن، یعنی کسایی که قرآن عظیم الشان تلاوت میکنه، میگه اینا را نمیبینی که از ما نفسانی تر، زبانهای دروغگوتر و در میدان جنگ از همه ترسوتر هستند. ببینین سه کلمه خطرناک، از ما نفسانی تر یعنی زیاد نفس خدا خوش دارن، دروغگوتر بسیار دروغ میگن العیاذ بالله، و سومیش ترسو اینا را خطاب کرده اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، نفسانی، دروغگو و ترسو خطاب میکنن. عبدالرحمن ابن عوف صحابی دیگه بر از این شخص میگه که ای منافق، تو پیغمبر و اصحاب پیغمبر این قسم الفاظ استعمال میکنی؟ من میرم و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم امین سخنان تو را بر رسول الله میرسانم. عوف رضی الله تعالی عنه میگه که عوف به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میره تا او را خبر بده. عبدالرحمن ابن عوف، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه که ما دیدم، یعنی در این لحظه است پیش از اینکه عبدالرحمن ابن عوف به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاید و درباره از این منافق صحبت بکنه که شما ببینید که برای پیامبر و اصحاب پیغمبر این قسم الفاظ زشت را استعمال میکنه، قبل از اینکه او برسه از عرش پیام توسط جبریل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلم با شکل عاجل میرسه. و عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه که ما دیدم امی شخص منافق پیغمبر میخوایش و برش ابلاغ میکنه آیت قرآنه، میگه من برش میبینم که پیغمبر بالای شتر خود سوار است و امی منافق در کمربند شتر رسول الله صلی خود آویزان کرده و در زیر پایش جغله ها در حرکت هستند، کشان کشان، و بالا سعی میکنه و صدا میکنه یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب، و رسول الله صلی الله علیه و سلم از بالای شتر برایش میگه که اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، شما به الله و به رسول الله و به آیات الله استهزا میکنین، لا تعتذروا، عذر نکنین،
قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان بازی که ادعا میکردی که من مسلمان هستم، لا اله الا الله میگم، محمد رسول الله میگم، ولی به اساس بی ادبی و بد اخلاقی و با الفاظ زشتی که شما استعمال کردین بر از اینا، قد کفرتم بعد ایمانکم، لا تعتذروا، عذر نخواین، عذر شما قبول نمیشه، شما بیدین هستین و مرتد شدین، قد کفرتم، یقینا که شما کافر شدین به خاطر بی‌ادبی. از این خاطر یکی از اصول و یکی از اساسات عقیده توحید ادب و اخلاق است. با آنچه به او عقیده داریم ادب داریم با خالق متعال سبحانه و تعالی در شأن از او. امو سخنایی را میگیم که در قرآن گفته شده، نصفه کما وصف نفسه، همو قسم الله را توصیف میکنیم مثل که خودش خود توصیف کرده، او وصفه رسوله، یا رسولش او را توصیف کرده. چرا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، پاک است رب تو، رب با عظمت، اما یصفون، از این توصیف هایی که انسان های بیدینی که مخالف منهج قرآن و سنت هستند کلمات را به اون نسبت میدن. و سلام علی المرسلین، چرا سلام است بر پیغمبرا، علی المرسلین، به خاطر از اینا که پیغمبرا فقط در مورد خالق متعال با آنچه که برشان وحی میشد از او سخن میگفتن، و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. پس ادب و اخلاق با پیغمبرا و ادب و اخلاق با ملائکه و ادب و اخلاق با کتاب‌های آسمانی منزله غیر تحریف شده و ادب و اخلاق با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و ادب و اخلاق با آنچه در قرآن آمده است از ذکر معاد، جنت و دوزخ، صراط و قنطره، با تمام از اینا با نهایت ادب و اخلاق و حتی ادب و اخلاق با تابعین و تبع تابعین رضی الله و رحمهم الله اجمعین، با اینا با بسیار ادب و اخلاق مراعات کردن جزء اساسی عقیده توحید و یکتاپرستی هست که الله متعال بر ما نصیب بکنه. در قسمت این آیت قرآن امام جساس میگه که در این دلالت است بر این که لعب کننده و انسان جدی در اظهار کلمه کفر مساوی می باشند. یعنی امام جساس رحمه الله میگه که اگر کسی در مورد مسائلی که مربوط به عقیده توحید و یکتاپرستی میشه، اگر کسی به شکل جدی در اینجا کدام گپ میزنه و یا هم با لعب و ساعت تیری و خوشطبی و فکایی گپی را میزنه که در اونجا بوی از کفر است، این مساوی هستند. امام جساس رحمه الله تعالی ایره میگن به شرطی که در آن اکراهی وجود نداشته باشد، زیرا منافقان استدلال نمودند که آنان این کلمات را به شکل لعب و بازی گفتند. شما ببینین کسی که به لعب و بازی که خودش اعتراف میکنه که جدی نیست، ولی در مقابل پیامبر و اصحاب پیامبر بیادبی میکنه، او تو آیت قرآن نازل میشه بدا به حال کسانی که به شکل جدی به پیغمبر و به اصحاب پیغمبر توهین میکنن. اگر اصحاب پیغمبر زشت باشن، مرتد شون و یا صفات زشت دیگه داشته باشن، در حقیقت این صفات برمیگرده به شخص پیغمبر، زیرا معلم و مربی کامیاب کسی است که شاگردای کامیابی را تربیه کرده باشه. دوستان عزیز، خواهران و برادران گران قدر، این بود داشته های امروزی برنامه عقیده در پرتو قرآن و سنت که خدمت شما دوستان تقدیم شد. تا برنامه بعدی باز هم وقتی در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خالق یکتا میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك
حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.